مجلس نمایندگان پلت پایانی پارلمان تاجیکستان روز 24 آگوست سال 2022 در اجلاسیه غیر نوبتیش فرمانهای پرزیدنت تاجیکستان درباره برکناری معاونهای رئیس بانک ملی و تعیین معاونهای نو رئیس این نهاد مسئول تنظیم نظام بانکداری کشور تصدیق کرد. طوری قبلا خبر دادیم پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 7 آگوست سال 2022 در ساختارهای دولتی یک سلسله تغییرات کادری انجام داده. برای تصدیق برخی از این تغییرات از جمله برکناری معاون اول و معاون رئیس بانک ملی و تعیین نفران نو به جای آنها روز 24 آگوست سال جاری اجلاسیه غیر نوبتی مجلس نمایندگان را دعوت کرد. روز 7 آگوست با فرمانهای پرزیدنت از جمله طالبزاده فردوس و نکهتزاده مهبانو از وظیفه معاون رئیس بانک ملی آزاد کرده شده. با فرمان دیگر پرزیدنت فردوس طالبزاده بلافاصله به مقام معاون اول رئیس بانک ملی پیشبری شد. او در این مقام بلندتر جمالالدین نورعلیزاده یکی از دامادهای پرنفوذ پرزیدنت را عوض کرد. نورعلیزاده ماه ایون سال جاری بعد 7 سال کارش از وظیفه معاون اول رئیس بانک ملی آزاد کرده شد. علت برکناری او تا حال رسما اعلام نشده است و با گذشت 2.5 ماه او به یگان مقام دیگر نیز تا حال تعیین نشده است. این باعث به وجود آمدن سر و صداهای مختلف در جامعه شده است. همین طور با فرمانهای پرزیدنت نظیر گلبهار، سلیمزاده علی جان و شریفزاده فیروز معاونان رئیس بانک ملی تاجیکستان تعیین کرده شدند. طبق قانونگذاری تاجیکستان همه فرمانها مربوط به تعیین و برکناری رئیس و معاونان رئیس بانک ملی باید از طرف پارلمان بررسی و تصدیق شوند. مجلس نمایندگان فرمانهای پرزیدنت را تصدیق کرد و معاونان نو رئیس بانک ملی در پارلمان قسم خوردند که از روی وجدان به خلق و دولت خدمت خواهند کرد.